سلام به شما و سلام به همه بینندگان گرامی. در حمله دشمن آمریکایی ما ساعتی پیش 3 شهروند هرمزگانی رو از دست دادیم. 3 تن به شهادت رسیدن. یکی از همستانی‌های ما در حمله ددمنشانه به محله تپه الله اکبر بندرعباس شهید شد و 2 شهروند دیگر در حمله به 2 پل، یک پل در محور کورستان بلار و پل دیگر در شهرستان بندر خمیر. پس از این 3 حمله ناجوانمردانه به مردم عادی استان هرمزگان، حمله دیگری هم ارتش تروریستی راهزن و کودک کش آمریکا به استان هرمزگان، جنوبی ترین استان ایران انجام داد. حمله‌ای که قایق‌هایی که مجتمع شده بودند در توقفگاه مورد اصابت قرار گرفتند و خسارت بر دست صاحبان قایق‌ها و به ویژه صیادان هرمزگانی گذاشته شد. محل تجمع قایق‌های صیادی هم در غرب بندرعباس واقع است. در یک حمله دیگر هم یکی از انشعاب‌های راه آهن در شهر بندرعباس مورد اصابت قرار گرفت و یک هم استانی ما هم اونجا زخمی شد. همینک در مجموع این حملاتی که عرض کردم حدود 10 تن زخمی شدند که 8 تن اونها بر اثر موج گرفتگی انفجار بوده و در بیمارستان در دست مداوا هستند و یکی هم بر اثر شکستگی. این آخرین حملاتی بود که ارتش تروریستی آمریکا در استان هرمزگان انجام داد. اگر پرسشی هست در خدمت شما هستم، اگر نه که با شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنونم از شما آقای اجرایی. به محض اینکه اطلاعات جدیدی به دست آوردید حتما با ما در ارتباط باشید که ما بتونیم اطلاعات شما